درس‌های نوبتی خود رو از الگبرای صنف 8 دوام میکنیم. موضوع در باب یکم قسم دوم قسم اول رو تمام کرده و در قسم دوم اصلا جای نو این دو تعریف است. معرف در اینجا دو تعریف داده است درباره ifade بوتون و راسیونالی. کوتاه کرده گفته گذاریم چی هستن اینها. ifade راسیونالی صرف کنیم. ifade راسیونالی ifade عمومی هستند. هم ifade که در آنها عددها و تغییرابندها بین خود هم پیوستند. با جمع تقسیم ضرب درجه و قوس ها هستند. این همشون ifade چی میباشند؟ راسیونالی. مثلا 2 تقسیم 3 x هم عدد دارم هم تغییرابنده یا اینکه 2x minus 3y تقسیم 4x کوادرات y مثلا یا اینکه 5 m minus n در کوادرات تقسیم 6m یا اینکه خود 1 تقسیم y. یعنی این مثال رو دوام کرده میتونم اگر فهمیده هم عددها هم تقریبا بین خود هم پیوستند و همه این ifade ما راسیونالی میگوییم. و در درون اینها یک قسم مخصوص است ifade بوتون. ifade بوتون کدام هستند؟ وقتی که ما و ifade رو به معنا کرده میتونم ifade بوتون است. در تعریف دیگر اگر ساخته توانیم یعنی چی معنی دارد؟ ما از اگر در این مثال ها دیده استفاده باشین ما یک چند مثال ها در مخرج تغییرابنده ها دارم و این تغییرابنده ها اگر من جای m مثلا 0 گیرم 0 مونم یا در اینجا x یک و y 0 باشد این ifade من به معنا میشود. یعنی اگر من ساخته توانم ifade که در آن مخرج رو با تقریبا غیر نولی باشد و ifade بوتون می باشد. میدونم که تعریف مشکل ساختم اینه که مثلا مثال بیاریم مثلا یکمش این ifade 2 تقسیم 3 مثلا با a گیرم این ifade بوتون است. رنگی سفید رو انتخاب کنم یا مثلا دومش عوض کنم 2x minus 3y تقسیم 4. یعنی من چیکار کردم؟ تغییرابنده‌ای که با من به معنایی رو پیدا کردم آنها رو نصف کردم. یعنی این ifade بوتون است. و دومش رو اگر گیرم چی میشود؟ 5 m minus 1 در کوادرات تقسیم خود 6 میاد. تغییرابنده رو گرفتم و اینها ifade بوتون هم. با یک بار دیگر ifade راسیونالی داریم. این عمومی ifade هستند و در بین اینها یک مخصوص گروه ifade داریم و ifade بوتون. بیاین اکنون از همون کتاب سوال ببریم. سوال 15 در اینجا چی میگوید؟ از ifade زیرین کدامشان بوتون و کدامشان راسیونالی میباشد. بیاین اگر یک خودتون دیده براید و یک جای از دیده میبرم نیا کنید چی میگه؟ یک ماشون میبینم این ifade چیل است؟ ifade بوتون. یعنی مخرج ندارم یکم به معنی با تغییر کردن نمیتونم این ifade بوتون. این چی است؟ ifade راسیونالی. چون که اگر من x نامونم راسیونالی به معنا میشود در اینجا هم این راسیونالی چون که جای x و y معرف تغییرابنده میفته میتونم که مخرج به 9 برابر شود. در اینجا هم راسیونالی این دیچ میشد بوتون. یک نه یکان تغییرابنده نیست. اینم یک عدد است. در قسم اول دیدیم ifade عددی هستند. یعنی من جوی تقریبا قیمت ها رو مونده کار میکردم در آخر یک عدد میگرفتم. اینو هم در اصل ifade راسیونالی هستند و در
چی میگه؟ ifade بوتون، ifade عددی هم هستن. در اینجا نگاه میکنم فکر کنید جای a کвадрат جای a که تقریبا ifade یافته میتونه که مخرج به 0 برابر شود. نه و اینجا چی میشه؟ بوتون میشود. یعنی جای a چی نمونه؟ هم منفی هم مثبت، مخرج هم وقت غیر نو میشه، یعنی هم وقت مثبت میشود. بوتون کوتاه نویسم. در اینجا هم چی میشود؟ راسیونالی بخشش بوتون چون که کوادرات. در اینجا بوتون، در اینجا بوتون. ifade عددی همش ifade بوتون هستن. این است تعریفی که در کتاب گذاشته می شود، تعریف ifade بوتون و راسیونالی.